سلام. در این ویدیو قصد داریم تا بیوانفورماتیک رو به شما معرفی کنیم. بیوانفورماتیک یک زمینه چند رشته‌ای شامل دانش رایانه شناسی یا کامپیوتر، زیست شناسی، آمار و مهندسی تحلیل و تفسیر داده‌های زیستی میباشد. این حوزه که به تحلیل داده‌های ژنتیکی، مطالعه ساختار عملکرد پروتئین‌ها و پیشبینی ساختار عملکرد پروتئین‌ها به همراه پیشبینی ساختار سه‌بعدی مولکول‌های بیولوژیکی می‌پردازد و به طراحی دارو هم می‌توان اشاره کرد که در این زمینه کاربرد فراوان دارد که با استفاده از الگوریتم‌ها، روش‌های محاسباتی، ابزارهای نرم افزاری به کشف الگوهای مختلف در داده‌های زیستی کمک فراوانی می‌کند. بیوانفورماتیک امروزه نقش مهمی در پیشرفت تحقیقات بیولوژیکی و پزشکی دارد و شامل موارد دیگری همچون تحلیل ژنومیک، تحلیل پروتئومیک، تحلیل متابولومیک و تحلیل داده‌های بزرگ‌پرست. بیوانفورماتیک یک زمینه پویا و چالش برانگیز است که اهمیت فراوانی امروزه دارد. برای یادگیری بیوانفورماتیک سایت‌های معتبری که میتوان نام برد شامل کورسلا، EDX، روزالیت و NCBI میباشند.